امروز خواستم در مورد یکی از صحابگان و زندگی عمیر ابن وهب صحبت کنیم. عمیر ابن وهب در معرکه بدر جان به سلامت برد، اما فرزندش وهب را در دست مسلمانان اسیر گذاشت. عمیر از آن بیم داشت که مبادا مسلمانان پسر جوانش را به جرم پدرش آزار دهند و او را سخت‌ترین عذاب بچشانند، چون پدرش حضرت رسول الله و یارانش را اذیت می‌داد و آنها را شکنجه می‌کرد. و این خاطر در یکی از روزها عمیر به قصد طواف کعبه و تبرک جستن به بت‌ها به مسجد الحرام روی آورده دید که صفوان ابن امیه در گوشه از حجر نشسته است. به سوی وی متوجه شد و به او سلامی پگاهی داد و گفت: صبحت بخیر ای سردار قریش. صفوان نیز در جواب او را صبح بخیر گفت و اظهار داشت: ای ابو وهب، بیا چند لحظه بنشینیم که وقت را جز صحبت چیزی دیگر به سر نیاورد، یعنی وقت را از صحبت کردن خوب و خوش گذرانیم. عمیر در کنار صفوان ابن امیه نشست و هر دو رشته صحبت را از گذشته های روز بدر کشادند و این روز سیاه خود را یادآور شدند که در این روز چه شکستی شرمنده آور نصیبشان گردید و چقدر از سران و بزرگانشان را از دست دادند و چقدر از فرزندان و نزدیکانشان به دست مسلمانان اسیر گشتند. و آنگاه سران بزرگ قریش را برشمردند که توسط شمشیر مسلمانان از پا در آمدند و در قعر چاه دفن کرده شدند. صفوان ابن امیه از شنیدن و یادآوری این حرفها اظهار تأسف و گفت: قسم به خدا، زندگی بعد از آنها هیچ کیف و لذت ندارد. عمیر گفت: راست گفتی. بعد اندک سکوت نموده گفت: قسم به خدا، اگر من قرضدار نمی بودم و چاره آن می داشتم که می توانستم قرضهای خود را می پرداختم و اگر خوف پریشانی و نابودی اهل عیالم بعد از درگذشتم نمی بود، حتما خود را به محمد رسانده و او را به قتل می رساندم و یک بار خود را از شر وی راحت می ساختم. و بعد به ادامه حرفهای آهسته خود افزود و گفت: اسارت فرزندم در دست آنها خود دلیل راستین بر این عزم است که هیچ یک در این تصمیم شک و تردید نخواهد کرد. صفوان ابن امیه سخنان عمیر را غنیمت شمرد و نخواست که چون این فرصت را از دست دهد. لذا را به وی نمود و گفت: ای عمیر، همه قرضهایت را به عهده من گذار. من خود دانم و پرداختی آن و به هر اندازه‌ای که بوده باشد من آن را می پردازم و اما اهل و عیالت را به اهل و عیال خود ضم سازم و تا وقتی که من و آنها را زنده ایم، یعنی تا زنده بودن خود، من اهل و عیال تو را نیز به عهده خود می گیرم. و پرداختی مصارف آنها وظیفه‌دار خواهم بود، یعنی آنها را تأمین می کنم و من آنقدر پول و اموال دارم که در طول زندگی امان مرا کفایت می کند و زندگانی پر سعادت و آرامی را سپری خواهند نمود، یعنی اهل عیال تو. عمیر گفت: وقتی موضوع از این قرار بوده باشد، این راز را پنهان دار و نباید هیچ یک از این تصمیم آگاهی یابد. صفوان گفت: چنین خواهم کرد. عمیر در حالی که آتش عقیده و کینه از محمد در نهادش شعله می‌زد از جای برخاست
و خود را به قصد اجرای این عمل آماده کرد و از گمان کسی درباره این سفر خویش پروای نداشت، چون که خانواده های قریشیان که در مدینه اسیران داشتند به آنجا رفت و آمد میکردند به امید این که بتوانند در عوض پرداخت فدیه اسیرانشان را رها سازند. عمیر ابن وهب شمشیر خود را تیز کرد و دمهای آن را با زهر آلوده ساخت و مرکب خود آماده کرد و بر آن سوار شد و راه مدینه را پیش گرفت و به قصد اذیت رسانی و شرر انگیزی به راه افتاد و چون به مدینه رسید روسوی مسجد نهاد تا رسول الله صلی الله علیه و سلم را دریافته و تصمیم خود را عملی سازد. همان بود که اشتر خود را در فاصله نزدیک به وی خواباند و خود از آن فرآمد. در چنین فرصت حضرت عمر ابن خطاب همراه با بعض اصحاب دیگر در نزدیک مسجد نشسته و پیرامون رویدادهای بدر و شکست مشرکین و قتل و اسارت دشمنان حرف می زدند و از قهرمانی ها و مقاومت مسلمانان مهاجر و انصار در میان هم صحبت داشتند و کمک و یاری الله تعالی را به مسلمانان در این نبرد و رسوایی و خشم دشمنان را با هم یادآوری می نمودند که در این اثنا چشمش به عمیر ابن وهب افتاد که از شتر خود فرود آمده و شمشیر بر گردن آراسته و به سوی مسجد روان است. چون او را به این حالت دید وحشت زده از جای پرید و گفت این سگ همان دشمن الله عمیر ابن وهب است. قسم به الله که وی به نیت بد اینجا آمده است. این همان شخصی است که در مکه مشرکین را علیه ما می‌شاراند و این شخص اندک قبل در واقعه بدر برای مشرکین از ما جاسوسی میکرد و بعد به همنشینان خود گفت هرچی زودتر به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم بروید و برای حمایه وی نوبتداری نماید و هوشیار و متوجه باشد که این شخص مکار و بدکردار به وی آسیب نرساند. بعد خود حضرت عمر رضی الله عنه به حضور حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و گفت ای رسول الله این دشمن الله عمیر ابن وهب شمشیر خود آراسته و اینجا آمده است. گمان غالب من آن است که وی قصد بدی دارد. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود او را نزد من آرید. عمر ابن خطاب به سوی عمیر روی آورد و او را از گریبان گرفت و ریسمان شمشیرش را در گردنش پیچاند و وی را کشان به حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم آورد. وقتی حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم او را با چنین حالت دید به عمر گفت او را رها ساز ای عمر. عمر رضی الله عنه او را رها ساخت و بعد به او گفت از وی دور شو. حضرت عمر از نزد وی دور شده و بعد خود سوی وی نزدیک شد و گفت ای عمر پیش بیا. عمر پیش آمد و گفت صبحت بخیر ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود خداوند برای ما سلامی بهتر از سلام تو بخشیده است. الله برای ما سلام را که سلام اهل جنت است بخشیده است. عمیر گفت قسم به الله تو خود از این سلام ما چندان دور نبودی و اکنون این سلام تازه را رواج داده ای؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ای عمیر عامل آمدنت به اینجا چی بود؟ گفت آمدم که این اسیر را که در دست دارد رها سازد و در این باره به من نیکی و احسان نماید. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود
این شمشیر آویخته برگردنت را برای چی آورده ای؟ گفت خداوند این شمشیرها را از ما بگیرد. این شمشیرها در روز بدر چی نفع برای ما رسانید؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ای عمیر، سخن راست گو، چیست تو را به اینجا آورد؟ گفت جز این هدف که اسیرم را برایم رها سازد دیگر کار نداشتم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود حقیقت این است که تو و صفوان ابن امیه در نزد هجر با هم نشسته و از اصحاب قریب و کشتگان قریش صحبت به میان آوردید و بعد گفتی اگر دین دار نمی بودم و نفقه اهل و عیال بر من نمی بود بیچون و چرا به قتل محمد بیرون می شدم. و بعد صفوان ابن امیه دین و مصارف اهل عیالت را به ذمه گرفت تا تو به این تصمیم خود جامعه عمل پوشانی و مرا به قتل رسانی، اما الله تو را به چنین مقصد نرساند. عمیر از شنیدن این حرفها حیران ماند و لحظه در فکر فرو رفت و بعد دیری نگذشت که کلمه شهادت به زبان آورد و به حقانیت رسالت وی شهادت داد و گفت شهادت می دهم که تو در حقیقت فرستاده الله و رسول الله هستی. و بعد افزود ای رسول الله، ما قبل از این حرفهای تو را دروغ می پنداشتیم، وحی را که بر تو نازل می شد تکذیب می نمودیم، اما این سخن من همراه با صفوان ابن امیه را جز من و او کسی دیگر نمی دانست و حالا که تو از آن همه را یک و یک برایم بیان داشتی دیگر هیچ گونه شک و تردید در حقانیت دعوت تو ندارم، چون می دانم که جز الله دیگر هیچ کس این خبر را به تو نرسانیده است. الله را سپاس گذارم که مرا به سوی تو آورد تا برای اسلام هدایتم کند و راهنمونم گرداند. بعد شهادت داد با لا اله الا الله محمد رسول الله. عمیر ابن وهب و همین طور مسلمان شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای یارانش فرمود برادرانتان را درس دین بیاموزانید و قرآن را به وی تعلیم دهید و اسیرش را رها کنید. مسلمانان به اسلام آوردن عمیر ابن وهب سخت شادمان و خوشحال شدند تا آنجا که حضرت عمر ابن خطاب الله از او راضی باد فرمود وقتی عمیر ابن وهب به نزد حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد در نزد من خوک از وی بهتر بود و اکنون که وی مسلمان شده است وی در نزد من از بعض فرزندانم محبوب تر است. در این فرصت که عمیر روح و روان خود را صیقل می بخشید و خود را به تعلیمات اسلام آراسته و قلبش را با نور قرآن منور می ساخت و بهترین لحظه های زندگی خود را در جوار رسول الله صلی الله علیه و سلم سپری می کرد. مکه و یارانش را فراموش نموده بود. صفوان ابن امیه آرزوها و خیالات را در ذهن خود می پرورانید و وقت گذرش بر مجالس قریش می افتاد و آنها می گفت ان قریب مژده نیکی را خواهید شنید که رویدادهای سیاه روز بدر را فراموشتان سازد. یعنی به آنها می گفت که به نزدیکی انتظار باشید، شاید خبری می آید که شما آن مشکلی های بد را فراموش می سازد. یعنی آرزو می کرد که آن دوستش مکاری می کند و جانی یکی از بهترین های انسان را می گیرد. وقتی مدت زمانی بر این امر سپری شد و انتظاری صفوان ابن امیه به درازا کشید، شک و تردید آهسته آهسته به دل و روان وی راه یافت تا آن حد که از شدت آن در خود آتش می گرفت و پیوسته از مسافرانی که به مکه می آمدند از احوال عمیر ابن وهب پرسان می شد و از هیچ یک جواب دریافت نمی داشت که از غم و اندوه وی
بکاهد، تا آنکه مسافر آمد و گفت عمیر مسلمان شده است. این خبر چون رعد و برق شدید او را تکان داد، چون وی به این اندیشه بود که اگر جهان همه مسلمان شوند عمیر هرگز مسلمان نخواهد شد. عمیر پیوسته به فرا گرفتن امور دینی و حفظ کلام الله مشغول بود، تا آن روزی که به حضور پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و گفت ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، من مدت زمان طولانی را در مبارزه بر ضد آیین و خاموش ساختن نور الله سپری نمودم و آنهایی را که به دین می پیوستند سخت اذیت دادم و حال آرزویم این است که برای من اجازه دهی که به مکه باز کردم و قریش را به دین الله و پیامبرش دعوت نمایم. اگر ایشان این دعوت را از من پذیرفتند این چی بهتر، و اگر از قبول آن ایبا ورزیدند به آنها چنان اذیت رسانم که قبلا به مسلمانان اذیت می رسانیدم. رسول الله صلی الله علیه و سلم به وی اجازه داد که به مکه بازگشت و به خانه صفوان ابن امیه آمد و گفت ای صفوان، تو از سرداران بزرگ و کشاورزان مکه هستی و از مردان عاقل و خیراندیش قریش به حساب می روی. آیا این شیوهی که شما در ارتباط با عبادت این بت‌های سنگین و تقدیم قربانی ها برای آنان که پیش گرفته اید کار معقول است؟ و آیا عقل این را میپسندد که دین به همین شیوه بوده باشد؟ سوال. اما من شهادت میدهم به این که غیر الله هیچ معبود نیست و محمد پیامبر الله است صلی الله علیه و سلم. بعد عمیر به دعوت اهل مکه ادامه داد تا آنکه عده زیاد به دین اسلام سر نهادند و مسلمان شدند. این بود کوتاه نقل در مورد یک از صحابه های رسول الله صلی الله علیه و سلم، عمیر ابن وهب.